امروز یک آموزش دیگه میخوام بهتون بدم که چطوری میشه برنامه هاپ رو فعال کرد، یعنی که چطوری میشه کانفیگ رو اضافه کرد و چطوری میشه بهش متصل شد. برنامه هاپ برنامه‌ایه که سرور ویتوری رو پشتیبانی میکنه. اگر میخواید پایداری بهتری و قطعی کمتری داشته باشید، بهتون پیشنهاد میکنم از برنامه هاپ استفاده کنید. همین برنامه هاپ رو وقتی که باز کردید، برای اینکه بخواید کانفیگ رو یا لینک سابسکریپشن رو اضافه کنید، فقط کافیه روی علامت به علاوه بزنید. روی علامت به علاوه که بزنید، اینجا نمیشه اگر طریق لینک سابسکریپشن باشه، روی قسمت این ایمپورت فرمان کیبورد میزنید، یا اگر طریق QR کد باشه روی QR کد میزنید و به قول خودمون اون فایل رو اسکن میکنید. اون فایلی که مورد نظرتون رو اسکن میکنید و اضافه میشه به برنامه. نکته بعدی این که چطوری میشه سابسکریپشن رو آپدیت کرد. برای اینکه سابسکریپشن یا کانفیگ ها یا سرور ویتوری رو به روزرسانی کرد، فقط کافیه روی 3 نقطه بزنید و روی گزینه آپدیت سابسکریپشن بزنید. روی آپدیت سابسکریپشن میزنید و زمانی هم اگه بخوایم پینگ رو بگیرین برنامه یا کانفیگاتون، فقط کافیه دوباره روی 3 نقطه بزنید و گزینه پینگ رو کلیک کنید روش. وقتی بغلشون یه سری عدد نمایش داده شد و هر کدوم از این عددها عدد پایین تری بود، میتونید به اون کانفیگ به راحتی متصل شید و بدون اینکه قطعی داشته باشه و اینکه بخواد اذیتتون کنه، به راحتی میتونید متصل بشید. برای وصل شدنش فقط کافیه روی علامت چراغ بزنید و شروع کنه به ثانیه شمار انداختن. وقتی که نوشت کانکت، شما میتونید برید داخل شبکه‌های اجتماعیتون و از اینترنت لذت کامل رو ببرید. به همین راحتی که میبینید الان تلگرام ما اومد بالا و داره آپدیت میکنه. ببینید خیلی زود آپلود کرد و تونست که فایل ها رو بارگذاری کنه و به راحتی میتونه سرور ویتوری پشتیبانی کنه و برنامه‌هاتون رو خیلی راحت بیاره بالا. به همین راحتی. یعنی